دوستای عزیز سلام، امید که همه شما خوب و خوش و سر حال باشید. امروز خواستم خوراک لوبیا یا قورمه لوبیا به شکل رستورانتی برای شما آماده بسازم که مواد لازم ما برای خوراک لوبیا هست: 1 کیلو لوبیای سرخ، 2 قاشق رب بانجان رومی، 1 قاشق نمک، 1 قاشق گرم مساله، 3 عدد پیاز، روغن، 2 ملعقه آب قدر ضرورت. دوستای عزیز گفتیم 1 کیلو لوبیا ضرورت داریم. لوبیا را ما قبلا یعنی 4 ساعت پیش همراه آب گرم تر کردیم. بعضیا لوبیا را تر نمیکنن و لوبیا را میمانن. اول لوبیا را جوش میتن، آبش صاف میکنن، بعد از او پخته میکنن. اگر شما به این شکل پیش برین هم آسان تر میشه و هم ساده تر میتونین یک خوراک لوبیای خوشمزه آماده بسازید. حال میریم طرف طرز تهیه. حرارت روشن میکنیم و روغن اضافه میکنیم، 2 ملعقه. روغن میمانیم گرم شود. روغن گرم شد، پیاز اضافه میکنیم. پیاز اضافه کردیم، حال پیاز سرخ میکنیم. به می اندازه پیاز ما رو سرخ میکنیم، کفایت میکنه. حال رب بانجان رومی رو اضافه میکنیم. و رب بانجان رومی را خوب سرخ میکنیم تا رنگش برآید، یعنی به مدت 1 دقیقه کمتر سرخش میکنیم که 1 دفعه رنگ بانجان رومی برآید. سرخ کردن رب بانجان رومی طعم و مزه از زیرا واقعا فوق العاده میسازه و هم رنگ بانجان رومی ما بسیار زیاد عالی میبراید، یعنی رنگ قورمه ما بسیار خوب میشه. سرخ شد، حال نمک و گرم مساله که داشتیم اضافه میکنیم و ایرام 1 دقیقه خوب هم میزنیم و سرخش میکنیم تا خوب بوی مساله برآید. حال نیم گیلاس آب اضافه میکنیم. با این آبم کم شورش میدیم و 1 بار میمانیم که بانجان رومی با کم آب بجوشه. میبینین چقدر رنگ بانجان رومی ما مقبول برآمد. واقعا رنگش واز شد و بسیار یک رنگ خوب کشید. حال لوبیا را اضافه میکنیم. لوبیا را اضافه کردیم، حال آب اضافه میکنیم و 1 انگشت آب از سر لوبیا بالا باشه. به خاطر چی؟ به خاطر که لوبیا را ما 4 ساعت پیش با آب گرم تر کرده بودیم. تمام مواد اضافه کرده سر دیگه بسته میکنیم و میمونیم که سیفش بالا کنه. اگر دیگه شما از این دیگه سیفش بالا کنه کفایت میکنه. اگر دیگه شما دیگه بخار دیگه رنگ است او باز سیستم دیگه تانه خودتان میدانیم. حال میمونیم که بخار کنه تا لوبیای ما پخته شد. قسمی که میبینین خوراک لوبیا آماده شد. واقعا خیلی یک خوراک خوشمزه و مقوی. فقط نکته مهمش هی است که لوبیا را جوش ندین آب، بعد آبش را صاف کنید. فقط 4 ساعت پیش همراه با آب گرم ترش کنین و بعد از او بپزین. واقعا یک غذای بسیار زیاد خوشمزه است. امید که شما هم استفاده کنین و 1 بار تهیه کنین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.